در ولایت ختلان برای مبارزه با ملخ مراکشی آماده می شوند. پای این حشرات گیاهخوار امسال بروقتر به جنوب تاجیکستان رسیده است. چون در خط وضعیت تشاور است، باقی ماندگی است. طبق مشاهده‌هایی که ما در دست داریم، پنجشنبه ملخ در حدود این ولایت در مساحت 74,000 گکتار زیادتر است. این مساحت بسیار زیاد است. مشاهده کشیده است. ملخ مراکشی سال گذشته به اکثر شهر و ناحیه‌های ختلان حمله کرد و به کشتزار و زراعت‌های مردم زیان رساند. ناحیه همدانی از جمله منطقه‌های آسیب پذیر است. امسال برای نیست کردن ملخ مراکشی در این گوشه ولایت ختلان نیت دارند که دستگاه خرند. автомашини тамғаи Toyota Hilux ки пушташ барои дорупошӣ, дорузанӣ ҳастай. Вақти харидорӣ мекунем, корхонаи муассисаи давлатии муҳофизати расанӣ ва муассисаи давлатии мубориза бар зидди малах аллакай вохӯрӣ гузарондум. Оно хадига задем, суҳбатҳои кардем, гуфтанд ки шумо агар техникаро гирем, мо таҷҳизоти дорупоширо ба шумо таъмин мекунем ки шумо дига мушкилот намешавад. نمایندگان سازمان ملل متحد هجوم ملخ‌ها را به تغییرات اقلیم و چند عامل دیگر اکولوژی ربط می‌دهند. آنها میگویند که این مشکل به امنیت خوراکواری و اعتدال اقتصادی کشور تهدید می‌کند. ملخ مراکشی به گفته مقامات اساساً از افغانستان به تاجیکستان می‌آید. پیشتر این لشکر عظیم تنها در ناحیه‌های نزد مرزی دیده می‌شد، اما سال گذشته تا کولاب و خاولنگ رسید و هر سال مقیاس ضررش بیشتر می‌شود.